من میگم دفاع از بهاییت دفاعی از اسلام است. اسلام مخالف اجبار و اکراه است. حالا ببینید این بنده کمترین با تحقیقات گسترده‌ای که درباره کتاب شریف ایقان و یا کتاب و اهدی حضرت مولا بهاءالله انجام دادم و دیگر آثار و الواح و همینطور حالا فاکتور میگیرم از عملکرد قریب به 180 تا 200 سال، حالا تقریب 280 سال جامعه بهاییت در جغرافیای ایران به جغرافیای خدای جهان چکار کرده است، عمل کرده.